سلام به شما، خوش اومدید به کانال من. باز هم خیلی سریع میریم سراغ موضوع این ویدیو که خوانش متنه. 2 یا 3 متن رو براتون میخونم با موضوعات مختلف طبق معمول، با توجه به اینکه استقبال بیشتر از داستانخوانی و حکایتخوانی شده بود، میریم سراغ یک داستان. مثلا میتونید از مثنوی معنوی انتخاب بکنید، داستانهای بسیار خوبی داره، ساده و روونش هم انتخاب بکنید، برای اینکه ابتدای کار ممکنه یه مقداری براتون دشوار باشه کاراکتر سازی و حالا نقشای مختلفی که در داستانها وجود داره، 1 کاراکتر 2 3 4 سخت میشه برامون. راوی و 2 شخصیت، همونطور که در ویدیوهای قبلی هم گفته بودم، یه مقداری تغییر صدامون میتونه باعث جذابیت بشه، اما کار سختیه. ابتدای راه ناامید نشید، یعنی اینکه اگه دیدید دشوار، کار سختیه براتون، ناامید نشید، ادامه بدید، تمرین کنید، صداتون رو ضبط بکنید، گوش بدید، برای دیگران پخش بکنید، نظرخواهی کنید، به گوینده‌های حرفه‌ای که داستان میخونن گوش بدید. اینا همه میتونه باعث پیشرفت شما بشه. بریم سراغ داستان امروزمون که میخوایم در این ویدیو براتون بخونیم و نحوه خواندن یک داستان رو میخوایم با هم کار بکنیم. میگه که در زمانهای قدیم در میان بعضی مردم رسم بود که روی بدنشان با سوزن و مرکبهایی شکل میکشیدند. آن شکلها با آب پاک نمیشد. نام این کار خالکوبی بود و به کسی که این کار را انجام میداد دلاک میگفتند. یک روز که مردی فکر میکرد زور بازوی قوی دارد و پهلوان است، تصمیم گرفت روی بدنش شیری بکشد تا آن را به همه نشان بدهد و بگوید که این شکل شیر روی بدن من نشانه این است که من پهلوان هستم. او پیش یک دلاک رفت. دلاک پرسید: چه چیزی میخواهی برایت بکشم؟ مرد گفت: نقش یک شیر را بکش، چون من مثل شیر قوی و پهلوان هستم. دلاک باز پرسید: کجای بدنت شکل شیر را بکشم بهتر است؟ مرد کمی فکر کرد و گفت: روی شانه و پشتم بکش. ببینید تغییر صدا در این کاراکترها خیلی میتونه جذابیت رو بیشتر بکنه و مخاطب به سمت ما کشیده میشه، تا اینکه ما بیایم یه نواخت و مونوتون، بدون تاکید، بدون مکس بخونیم و بریم جلو با سرعت بالا و با هیچ تغییر صدایی در کاراکترها. خیلی بیمزه میشه. مثلا اینجوری: او پیش یک دلاک رفت. دلاک پرسید: چه چیزی میخواهی برایت بکشم؟ مرد گفت: نقش یک شیر را بکش، چون من مثل یک شیر قوی و پهلوان هستم. دلاک باز پرسید: کجای بدنت شکل شیر بکشم؟ مرد کمی فکر کرد و گفت: روی شانه و پشتم بکش. خب این میشه متن خونی عادی و دیکته، یعنی داریم املا میگیم برای سری از افراد که توی کلاس، املای کلاسیه. یه داستانخوانی پادکست حرفه‌ای نیست، پس باید حتما این نکات رو در داستانخوانی رعایت بکنیم. ادامه بدیم داستان رو. بسیار عالی. دلاک وسایلش را آماده کرد. مرد هم لباسش را آورد. دلاک وسایلش را آماده کرد. مرد هم لباسش را در آورد و مغرورانه نشست تا دلاک شکل شیر را روی بدنش بکشد. دلاک سوزن را توی مرکب فرو برد و بعد به پشت مرد زد. مرد دردش گرفت. سوزن دوم را که دلاک فرو کرد، ورق میزنیم، انقدر دردش گرفت که دیگر نتوانست تحمل کند. او از دلاک پرسید: کجای شیر را از کجای شیر شروع به کشیدن کرده ای؟ دلاک گفت: از دمش شروع کردم قربان. مرد کمی فکر کرد و گفت: چه دردی داره، نمیخواهد دمش را بکشی. شیر بی دم هم میتواند زندگی کند، بی خیال دم. والا اینو ما خودمون اضافه کردیم، بی خیال دم نداره تو این داستان. میتونیم دخل و تصرف هم داشته باشیم دیگه، برای اینکه تنازی بیشتری به خرج بدیم میتونیم یه مقداری یه چیزایی، یه نکاتی، یه کلمه های، یه حروفی خودمون بهش اضافه بکنیم یا کم کنیم حتی. دلاک گفت: از دمش شروع کردم. خب اینو که خوندیم،
تا اونجایی که مرد گفت بدون دم هم شیر میتونه زندگی کنه، دلاک قبول کرد و شروع کرد به کشیدن یک عضو دیگر شیر. وقتی سوزن را فرو کرد، مرد دوباره دردش آمد و گفت آی چی کار میکنی؟ دلاک گفت خودت گفتی شکل شیر روی پشتت بکشم بابا جان. مرد گفت آخه کجای شیر را داری میکشی که اینقدر درد دارد؟ دلاک گفت دارم گوش شیر را میکشم قربان. مرد گفت نمیخواهد برای شیر من گوش بکشی، گوش نمیخواهد، خودم گوش دارم. دلاک گفت مگر تو پهلوان نیستی؟ پس باید درد سوزن را تحمل کنی، ولی حالا که نمیخواهی گوش هم نمیکشم، بی خیال. دلاک تصمیم گرفت قسمتی دیگر از شیر را بکشد. باز سوزن فرو کرد و مرد گفت آخ کشتی مرا، چه کار میکنی دلاک؟ دلاک چیزی نگفت. مرد پرسید میشود بگویی الان داری دقیقاً کجای شیر را میکشی؟ داغانم کردی، داغان. دلاک گفت شکم شیر را میکشم قربان. مرد گفت نمیخواهد برای شیر من شکم بکشی، بدون شکم هم میتواند زندگی کند. دلاک که حسابی عصبانی شده بود سوزن را به زمین انداخت و به مرد گفت آیا تا خب این تغییر کاراکترها بعضی موقع باید حواسمون باشه که فراموش نکنیم، با همون لحنی که مثلا دلاک رو داریم اجرا میکنیم تا آخرش ادامه بدیم. یا اون پهلوان توخالی البته میگه که دلاک که حسابی عصبانی شده بود سوزن را به زمین انداخت و به مرد گفت آیا تا به حال کسی شیر بی دم و بی گوش و بی شکم دیده است؟ اصلا خدا چنین شیری نیافریده است. برو آقا جان، برو جای دیگر، برایت شیر بی دم و بی شکم و بی گوش بکشند. بعد دلاک وسایلش را جمع کرد. مرد پرسید چه کار میکنی؟ چرا وسایلت را جمع میکنی؟ دلاک گفت بلند شو، من شکل شیر برای تو نمیکشم. برو پهلوان پنبه، پهلوان بودن فقط به این نیست که تو شکل شیر روی پشتت بکشی. تو وقتی حتی نمیتوانی یک سوزن را تحمل کنی، پس چطور ادعا میکنی که پهلوان هستی؟ دلاک وسایلش را جمع کرد و رفت. مرد در حالی که لباسش را میپوشید به حرفهای دلاک فکر میکرد. به این شکل ما میتونیم با تغییر لحنمون، با توجه به نقش اون کاراکتر و موضوع، یه داستان رو جذابتر تبدیل کنیم به یه داستان جذابتر. مخصوصا داستانخوانی رو، مخصوصا داستانهایی که کاراکترهای زیادی دارن و اگه نمیتونید باید کار کنید، باید تمرین کنید. میگم ابتدای این ویدیو هم گفتم ناامید نشید و با صبر و حوصله و گذر زمان سعی کنید خودتون رو قوی کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون با این ویدیو. بیشتر از یک کار نشد در این ویدیو بخونم. در ویدیوی بعدی باز هم داستانک خواهیم خوند و مناجات خواهیم خوند، متون مناجاتی، کائناتی و متون دیگر. اگه سوالی داشتید میتونید کامنت بذارید، پاسخگو خواهم بود. متشکرم.